سرخط مهمترین خبرها: ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان در کدام موضوعها صحبت میکنند؟ اعتراض دهقانان قرقیز از بی‌آبی و بلومبرگ از دفالت در روسیه خبر داد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 28 ایون است. مقامات تاجیکستان جزئیات سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه را شرح دادند. به گفته دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، روابط دوجانبه و وضع در افغانستان از موضوعهای اساسی گفتگوی ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان خواهد بود. در نظر است که امروز 28 ایون ولادیمیر پوتین با یک سفر کاری یک روزه وارد دوشنبه شود. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در دایره سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه یگان سند به امضا نمی رسد. سفری کاری است و تنها یک ملاقات یک به یک می شود، افزود شریفزاده. با گفته سخنگوی پرزیدنت، ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان درباره همکاری‌های دوجانبه، رشد مناسبت‌های اقتصادی و فرهنگی، وضع منطقه و جهان و مخصوصاً افغانستان صحبت می‌کنند. در همین حال یوری اوشاکوف یاردمچی پرزیدنت روسیه بر رسانه‌های آن کشور گفته است رهبران تاجیکستان و روسیه در نوبت اول همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های اقتصاد، نظامی، فرهنگی و مهاجرت را بررسی می‌کنند. رسانه‌های روسیه از جمله سپوتنیک نوشته است احتمال در جریان دیداری رهبران تاجیکستان و روسیه مسئله پیوستن دوشنبه به اتحاد اقتصادی اوراسیا بررسی شود. مسکو چندین سال است که از تاجیکستان دعوت می‌کند تا به این سازمان اقتصادی پیوست شود، اما مقامات تاجیک گفتند سود و زیان پیوست‌شوی به اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی دارند. بینندگان عزیز، ما سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه را پیگیری داریم و دوام روز برایتان اطلاع بیشتر می‌دهیم. کشاورزان دهه نووپاکراوکای ولایت چوی قرقیزستان روز 27 ایون به نشان اعتراض از کم آبی پشت در بینای حکومت آن کشور گرد هم آمدند. بیشتر از 10 کشاورز که در گرد همای شرکت داشتند گفتند در صورت فوراً آب ندادن زراعت‌هایشان حاصل کم شده، زحمت آنها برباد می رود. الماسبک کیدیکیف رئیس خدمات ذخایر آب قرقیزستان به نزد کشاورزان برآمد و گفت کم آبی در قرقیزستان 17 ایون شروع شده و این به کاهش سطح آب رودخانه ها مربوط است. ما این مشکل را حل میکنیم، گفت کیدیکیف. سال 2021 برای قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به طور استثنایی گرم و خشک آمد. بسیاری از کشاورزان از حاصل محروم شدند. شب 26 و 27 ایون روسیه از روی قرض دولتی با اسعار خارجی به دفالت یا ورشکستگی رسید. در این باره خبرگزاری بلومبرگ اطلاع می‌دهد. به نوشته خبرگزاری این حادثه از سال 1918 به این طرف بار اول است که رخ می‌دهد. مسکو رخ دادن دفالت را رد می‌کند. 26 ایون مرحله پرداخت نزدیک به 100 میلیون دلار ارزش کاغذهای قیمتناک دولتی به پایان رسید. با پایان رسیدن این مهلت دفالت را به دنبال دارد، می نویسد خبرگزاری. اما به اطلاع خبرگزاری دفالت همان خاصیت رمزی داشته برای شهروندان قطاری روسیه تاثیر احساس شونده ندارد. آنتون سیلوانوف وزیر مالیه روسیه استفاده اصطلاح دفالت را در حالت مذکور مسخره نامید. هفته گذشته مسکو خبر داد که قرضهای خارجیش را با روبل روسی پرداخت می‌کند، زیرا وضعیت کنونی مربوط به اسعار خارجی را غرب به طور صنعی به بار آورده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. ناتو تعداد نیروهای زود عملش را به بیشتر از 300,000 میرساند. خبر دادن رسانه‌ها با تکیه به دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ، ما با بازآموزی نیروهای زود عمل ناتو مشغول می‌شویم و تعداد آنها را به بیشتر از 300,000 میرسانیم، گفت وی. با گفته استولتنبرگ در سمیت مادرید که روزهای 28 ایون برگزار خواهد شد، همپیمانان ناتو کنسپسی راهبردی نوی را قبول می‌کنند که در آن روسیه یکی از خطرهای عمده و مستقیم امنیتی اعتراف می‌گردد. همچنین در حجت مذکور بار اول از خطرهای یاد می‌شود که از چین می‌آیند. نیروهای زودعمل ناتو از نظامی‌های پیاده‌گرد
جزو اتم‌های هوایی و بحری این چنین نیروهای ویژه عبارت است که ائتلاف نظامی ناتو در صورت ضرورت به طور فوری آنها را استفاده می‌کند. عین زمان تعداد چنین نیروهای ناتو تا به 40,000 کس می رسد. روز 27 ایون در تاجیکستان همچون روز وحدت جشن گرفته می شود. 25 سال پیش در همین روز میان حکومت و مخالفین سازشنامه استقرار صلح به امضا رسید و به جنگ 5 ساله در کشور خاتمه داده شد. همکاران ما در خیابان‌های دوشنبه از ساکنان پرسیدند که روز 27 ایون چگونه روز است. 27 ایون میدونی کدام روز است؟ 25 سالگرد وحدت ملی. این یک چیزی بهترین است برای خلق. اپوزیسیا خاطر یک صلح بسته وحدت ملی شد. جانب دیگر هم میدونید کی بود؟ از این طرف پرزیدنت، از طرف دیگر تورا جانزاده. بخشش التماس. روز وحدت ملی از کدام سال تجدید می شود؟ از سال 1997. همین وحدت ملی با کدام خاطر این روز مخصوص برای تنظیم و آرامی تاجیکستان عزیز ما. من در وقتها در دانشگاه میگفتم روز وحدت ملی. صلح شده بود. عبدالله نوری بود و پرزیدنت. نه میگه انا همین پنجی $2 همین کرده نکنم. انا اساس بخش یک روزه تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 ایون را فرا می گیرد. 28 ایون سال 2005 دادگاه عالی تاجیکستان رستم فیضیف معاون رئیس حزب ثبت نام نشده ترقیات را با اتهام تحقیر شخصیت رئیس جمهور و برانگیختن عداوت ملی به 5 سال و 10 ماه زندان محکوم کرد. این حزب را سلطان قوتف تأسیس داده بود. حکمی که بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد در پاسخ به نامه انتقادی نفرستاده فیضیف به نام سازمان ملل متحد بود. فیضیف سال 2009 در زندان درگذشت. 28 ایون سال 2019 نشریه معروف نیویورک تایمز فیلم تحقیقاتی خود را درباره حمله سال 2018 به سیاحان خارجی در دنقره و مصاحبه با حسین عبدالصمد رهبر گروه حمله‌وران نشر کرد. در نخستین حمله گروه دولت اسلامی در خاک تاجیکستان 4 نفر از جمله 2 شهروند آمریکا و 2 اروپایی کشته شدند. 28 ایون سال 2017 سازمان آمریکایی پانترا گفت به ساکنان وادی برتنگ ولایت بدخشان برای ساختمان عاقل‌های امن یاری خواهد کرد تا چاره‌های خود را از حمله‌های پلنگ برفی ایمن نگه دارند. آنها می‌خواهند از این طریق جان این حیوان نادر را حفظ کنند. قرب دلار آمریکایی و هم روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه شبانه روز گذشته بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل 177 سامانه ارزش دارد. $100 آمریکایی باشد و 970 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 28 ایون چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به آخر برنامه نوید رسیدیم. تشکر که با ما هستید.